اینجا به خاطر تدریس نه، به خاطر آموختن آمدی استاد ملکه. یک روز در مورد دخترتان میفهمی. خدا را 1000 بار شکر که چیره مقبولت برم نشان داد. خواهر نمیشه که اونجا نری؟ اینجا زندگی کنی؟ من مجبور هستم خواهر جانم. ما بسیار میخوایم اینجا باشم اما نمیتونم. تو خود میفهمی. استاد ملکه خاطر خداحافظی اینجا آمدین. بسیار جگرخون شدم که فهمیدم به خاطر من میرین. جگرخون نباش زهرا جان. تصمیم گرفتیم که در اینجا باشم. دیگه همیشه اینجا می باشم و جای نمیرم. جدی میگین؟ بله جانم. هر کس که هر چیزی بگوید و هر کاری که میخواین بکنن. ما تصمیم خود گرفتیم که بعد از این همینجا می باشم. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоиро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. خیریت باشه خانم نور. عجله داری؟ کار دارم. اگه نگویی بیادرت کجاست باز نه ای کارت میمانه و نه خانه و زندگیت. برات گفتم که نمیفهمم. تو خود گفتی اما ما باور نکردم. 3 نفر دگام همراهش بودن. میشه بگویی او 3 نفر کیا بودن؟ نمیفهمم. ببین خانم نور، شاید ما به اندازه کافی چهره خشن نداشته باشم، اما کسایی که همراهش مقابل هستین هیچ رحم ندارن. تو را از بین خواد بردن. خانم پرستار میشه همراه ما بیایین؟ البته امیال میایم. در اینجا همراه شما بسیار خوش هستم، اما بسیار ناوقت شده. ما باید برم. علی تا حالا منتظرم هست. باز قهر میشه. کمه دگام باش خواهر لطفاً. در قصر بالای خواهرت قهر میشه نیلیف جان. بازم خواد دیدیمش انشالله. ایلیف جان، بازات بیادرت میگم که اجازه بدن هر وقت که خواسته باشی به قصر رفته خواهرت ببینی. دانم مام کوشش میکنم همیشه به دیدنت بیایم، درست است؟ و هر بارم رای خود برات کتاب خط آوردم. به خاطر که نرین من بسیار زیاد دعا کردم استاد. خدا را شکر بالاخره دعایم قبول شد. بسیار خوش هستم. جانم ایلیف، خواهر جان برم بسیار رسم بکش، درست است؟ وقتی که به قصر آمدی برم نشان بده، درست است خواهر جان؟ مادر جانم، دختر نازنین، برف
برفین خواهر، به بیادرم بگوین که بسیار دوستشان دارم. درست است؟ درست است. مام تا بازار میرم، کم سودا میگیرم. درست است؟ خب مام دیگه میرم. به خاطر که آمدین تشکر میکنم استاد ملکه. دزم خوش شدم که اینجا میباشین. شما مثل مادر زهرا هستین استاد. زنده باشین خانم گلسوم. مادرم با تشویش میشه علی. من دیگه باید برم. سونا، تو را به بیادرم خواستگاری میکنن. میفهمم، اما هرگز قبول نمیکنم. هیچ تشویش نکن. اگه بمارم هم قبول نمیکنم. نکو سونا، کلمه مردن به تو خوب نمیگم. یک زندگی بسیار عالی منتظرت است. تو لایق بهترین زندگی هستی. کاش تو را هرگز نمیدیدم. به بودنت عادت نمیداشتم. فکر میکردم فراموشت خواهد کردم، اما قلب اختیار انسان نیست. بان که قلبم از بین بره علی. سونا، دیگه برم زنگ نزن. دیگه در مقابلم نیا. لطفا دیگه مرا نبی. خداحافظ علی. سونا، برات زنگ نمیزنم، پیشت هم نمیایم، اما برام نامه بنویس لطفا. از احوالت با خبر باشم. نامه های سابقتم هنوزم پیشم نگاه کرده. وای وای وای، ای علی را بیبی. زهرا، بریم. برفین دخترم، چطور هستی؟ خوب هستی؟ چی؟ در کجاستی؟ چی؟ گفتی سونا و علی؟ آی بله مادر. زهرام برشان کمک میکنه. اونا همیشه مخفیانه با ملاقات همدیگه میاین. مطمئن هستی؟ کدام غلط فهمی صورت نگرفته باشه؟ آی بله مادر، مطمئن هستم. با چشمای خودم دیدمشان. علی به سونا گفت نامه‌های قبلیت هنوزم پیشم است. گفتگان برام نامه نوشته کن. خب درست است، بعداً با هم گپ میزنیم. تو به هیچ کس چیزی نگو. پس حقیقت داشته. بیا دخترم، بیا. زلال دخترم، ما را بسیار متعجب ساختی. دوران با دیدن تو بسیار خوش خواهد شد. بیشی. راستش بسیار وقت میشه هم دیگر ندیدیم. هدیه، منتظر چی هستی؟ بابا چه ما زنگ بزن. عاجل اینجا بیایم. او را ناراحت نسازین، من منتظر می باشم.
ای گپام امکان داره دخترم. تو ای همه را آمدی جانه، خسته هستی. وقتی دوران بفهمه که آمدی دویده اینجا بدی دنت میایه. بگوین مادر. گفتین زلال آمده؟ نه خیر، آمده نمیتونم، کار دارم. مادر وقتی میخواست بیایه از ما پرسید. درست است، ما پسان برش زنگ میزنم. درست است، بگوین منتظر نباشه، هنوز زیاد کارم مانده. از آمدنت بسیار خوش شد زلال جان. گفت کاش که خبر می داشتم. امشب یک کار بسیار مهم داشت، به او خاطر کمی ناوقت خواد آمد. چی کار داره؟ از نامزدش کده کارش مهم است. نه خیر خان صاحب، شما چرا قسم میگین؟ حتما جلسه کاری بوده، نتونسته اونا را منتظر بانه. زلال دخترم، رستم تو را به مهمان خانه میبره. آرام استراحت کو، باز فردا هم دیگر خود دیدین. خدا ناق با زحمت ساختین استاد. من برای فعلا تحمل میکنم. به اندازه کافی مزاحمتان شدم. حسن، زخمت باز شده، خون ریزی داری. آجل باید به خواهرت زنگ بزنم. بله نور. نه خیر خوب است، تشویش نکن، من همراهش هستم. اما کمه خون ریزی داره. تو باید لوازمت گرفته آجل اینجا خدا برسونی. عجله کو، درست است؟ استاد من شما را به خطر انداختم. تو حالا دی باره فکر نکن حسن. مهمی است که تو خوب شوی. ما تصمیم خدا گرفتیم. فردا خدا تسلیم میکنم. امروز از برکت شما و آزاد بیادر فهمیدم که هنوزم امیدی وجود داره. خداوند نظر دویتان راضی باشه. بسیار عالی. ببینم در وقت شب کجا میری؟ گفتن برات چای بیارم. باز مام همراهش کمکل چای آوردم. گفتم شاید گوش نباشی. زهرا، تشکر میکنم. مهم نیست. یستوس، کتابچه خاطراته. بسیار زیاد تشکر. ماما میره میپالیدم. اما ای بشو تو چی میگد؟ دقیقش نشو زهرا. حال دیگه بیرون شو. لطفا مرا تنابان. زمرد، او امشب بسیار متفاوت بود به خدا. کی را میگن مادر؟ علی را میگم. همراه زهرا به چکر بیرون رفتن. بله، من با این رفتارش بسیار تعجب کردم.
خدا مهربان است. باید هر چی زودتر موضوع آزاد و سونا را یک طرفه بسازیم. انشالله مادر، انشالله. اونا شما را فریب میتن مادر. تو چی میخوایی بگی هدیه؟ اجازه بدی چیزی که در دلش هست بگویه. تو میخوایی که چی بگویی دختر؟ علی و سونا مدت زیادی میشه که همدیگر میبینن و دوست دارن مادر. دروغ است. یک تهمت است. مادر لطفا باور نکنین. تو چی گفته میری هدیه؟ ملکه کجاست؟ پیش حسن هستم. خاله جانانم اونجاست. نه خیر هیچ کسی دیگه نیست. چند دقیقه بعد نور خاد آمد. ملکه چرا به من خبر ندادی؟ تنها رفتن به اونجا بسیار خطرناک است. فکر کردم که شاید تو مصروف باشی. نخواستم مزاحمت شوم. آزاد واقعا نیاز نیست که بیایی. نه خیر نمیشه. ما هم یاله میایم. از حسن بپرس به چیز ضرورت داره یا نه. به چیز ضرورت نیست. بیا از ما وقت می آمدم سودا گرفتم. درست است. همه چیز رو برام میشه حسن. تو هیچ تشویش نکن. ما همراهت هستیم. فهمیدی؟ وای خواهر میخواسته با دیدن بیادر خود بره. بسیار خوب. بله بهو. او موش فراری را پیدا کردم. خودت دست به کار میشی یا محلش کنم؟ اگه او کسایی را که برش کمک کرده از بین نبردم نام ما باهو نباشد. ببینم که دیگه کی امشب اینجا مهمان میشه. کار آزاد نباشه. پس اینا چی هستن؟ چی بیادبی است؟ خدا لعنتشان کنه. اینا با ما هیچ عزت و ناموس و آبرو نماندن. فقط همین بلا مانده بود که سر ما بیاین. مادر قهر نشد. علی این قسم یک کار رو نمیکنه. باز او سونا را در کجا ببینه؟ حتما کدام غلط فهمی شده. او از قصر تا بیرون هم نمیشه. امروز به اولین بار از من تشکر کرد. شاید بتانیم با هم دوست شویم. امرای ما بیا. حرکت کو.
شما خو مرا بخشیده بوده، پس چرا این قسم میکنه؟ دهنت بسته کو، حرکت کو. آه ملکه، از زیری سنگام تو برآمدی. بعد از امروز زهرا دمی اتاق همراه تو می باشد. شاید و این قسم بفهمین که شما زن و شوهر هستین. این دیگه چی معنا زهرا؟ تو رو چی گفته اینجا آوردن؟ نمیفهمم. در اتاق بودم، آمد از دستم گرفت و مرا اینجا آورد. دروازه رو از پشت ما قفل کردن. مادر دروازه رو باز کنین. مادر چرا دروازه رو قفل کرده؟ گفتم دروازه رو باز کنه. علی بچم لطفا آرام باش. مادر بس از دیگه دروازه رو باز کنه. باز کردن نمیتونم بچم. نوجین مادر کلیدا رو پیش خود گرفته. از نامه‌های دوستانا خبر شده. بسیار عصبانی است، بسیار. این کار توست؟ بچه تو چرا قبلا به من این گپا نگفتی؟ مادر برین کلیدار از مادر کلان بگیرین به هر قیمتی که میشه. اگر این دختره دم اینجا از بین میبرم. چه قسم بگیرم بچه؟ نوجین مادر بسیار عصبانی است، حتی امرم گپ نمیزنه. تو برش گفتی نه؟ تو برش شیطانی کردی؟ نه خیر، ما برش چیزی نگفته. دروغ نگو زهرا. باور کن با خدا ما برش چیزی نگفته. نه قسم نخور زهرا، با جز تو هیچ کس دیگه نمیفهمید. مطمئن هستم که کار توست. باور کن من راست میگم، با خدا کار من نیست. در حالی که من به خاطر ناموس خانواده خود تا هنوز زنده هستم، اعضای خانوادیم مرا از پشت به خنجر میزنند. اول برفین، بعد از او آزاد و حالی هم علی. ما جزای کدام گناه را میپردازیم؟ برم بگو قدیم، کدام گناه را قدیم؟ مادر جان آرام باشین. تازه از شفاخانه مرخص شدین. شنیدین که دکترها چی گفتن؟ براتون عصبانیت خوب نیست. بمرم تا نجات بیافم. از این که در این خانه امرم به جای نمیشه، مرگ برم بهتر است. توبه خدا نکنه نوجین مادر. گرچه تحملی همه برات بسیار مشکل است،
یعنی وقتی علی با این نصف تن خودی کارا رو انجام میده خدا میفهمه اگه نصف دیگه جور می بود چی کارا میکرد. ببخشن نوجین مادر، او حال بسیار خورده است. علی یک اشتباه کرده مادر. تو مادر میشدی و از بچهت حفاظت میکردی. کدام وقتی دیدی که مرد متأهل با کس دیگر ارتباط داشته باشه؟ اگه مردم خبر شوند چه قسم جوابی این کار خود دادیم؟ خدا نگاه کنه. حق با شماست مادر، اما بعد از این دیگه زهرا و علی در یک اتاق مثل زن و شوهر زندگی میکنن، فهمیدی؟ این تصمیم ماست. همه چیز خوب میشه حسن، تو هیچ تشویش نکن. روزای بعد به پایان رسیده بیادر جان. انشالله. اما به تو و به مادرم بسیار رنج دادم. فرق نمیکنه، بالاخره آمدی. با فرار کردن از او جهنم کار خوبی کردی. دوران آمده. این طرف بیشی هستم. مشتکل که نردید. چند نفر دیگه هم همراهش است. به گرفتن ما آمدن، دیگه امکان نداره. من از بین خود بردن. بسیار بد شد به خدا. او رئیسشان است. آفرین دوران خان، حس بویاییت بسیار قوی است. از برکت تو فراری خود پیدا کردیم. باید یک راه فرار از اینجا را پیدا کنیم. بله، اما چه قسم؟ وقتی اون اینجا باشن بیرون شدن ناممکن است. خدا لعنتشان کنه، لعنتشان کنه. جای ما رو پیدا کردن، اونا ما و سن از بین میبرن. خواهر، من نمیخوایم با مارم. لطفاً یک کاری کنین. پس در ای خانه پنهان بودن. وای وای وای. اینا رحم ندارن. فراری رو نمیبخشن. کسی که با فرار کمک کنه او رو نمیبخشن. شما رو از بین میبرن خواهر. ای خدا، تو ما را کمک کن. آی آزاد، تو کجا هستی آزاد؟ صبر کو باهو. ناق زحمت نکش، خانه خالی است. ما داخل دیدم. اگه اینجا نباشن پس کجاستن؟ ماشی میفهم بیادر، تا اینجا در تعقیبشان بودم. فکر کردم در این خانه پنهان شدن، اما اشتباه کردیم. به نظر ما اونا طرف جنگل فرار کردن. جنگل؟ بعد از او ردشان کم کردن. به نظر ما قبل از اینکه زیاد دور شوند اونا را باید پیدا کنیم. خدا جزای اونا را بده. تمامشان از بین میبرم. طرف جنگل برن. نقطه جنگل را جستجو کنن. عجله کنن. بچه‌شم رئیس. دوران، ما امرای موتر میریم. درست است، همیاله میایم. میرن. اما دوران مرا دید، مطمئن هستم. توبه توبه، پس چرا ما را دگیر ندادن؟ نمیفهم.
چی شده؟ حال بهتر شدی نه؟ در حالی که تو را قبول کردن نمیتونم بازم در پیش روی چشمای می زهرا. قسم میخورم که من با کسی چیزی نگفتیم. بس نکو دهانتا، دروغ نگو. گمشو از پیش چشمای. کجا برم علی؟ تا یک گوشه استراحت کو. یک قسم طرفم سیل نکو، برو چراغ گل کو. از که دوران جای ما را دید بسیار بد شد. درست است که حالا ما را دگیر نداد، اما هر لحظه ای کار کدام میتونه. جالب است. وقتی کار میتونست پس چرا انجام نداد؟ او برشان گفته دوباره آمدم. خدایا کمک ما کن. آزاد است. آی شکر خدایا، هزار بار شکر. در راه افراد سازمان دیدم. حتما از سنم میپرن. ما باید متوجه باشیم. بیا زود چند دقیقه پیش اینجا بودن. دورانم همراهشان بود. دورانم؟ او جای ما را میفهمه. مرا دید. چطور یعنی؟ امکان داره که مرا از شفاخانه تعقیب کرده باشه. باورم نمیشه دورانم رای سازمان چی کار داره به خدا. نمیفهمم. هیچ چیز گفته نمیتونم حسن. به نظر من هر چی زودتر از اینجا بریم دوباره آمدن میتونن. تشویش نکو، فکر نکنم بیاین. اگر دوران شما را دگیر نداده حتما کدام نقشه داره. یعنی اگر خودش بیاید تنها میآید. اما بازم بیرون شدن ما خطرناک است. به نظر من شب باید همینجا سپری کنیم. خوب خواد بود. مطمئن هستی؟ بله. آزاد بیادر حق به جانب است. دوباره اینجا نمیاین. یک بار صبح شوه در اولین فرصت به امنیت میریم. گپ خوب است بیادر. پس درست است جانم، تو حال استراحت کو. درست است؟ بسیار خسته شدی. ملکه چیزی به خوردن داریم؟ من میرم آشپزخانه را ببینم. علی سرمخم ساخت. آزادش به گپم گوش نمیکنه. ما خدا بسیار تنها احساس میکنم. کجاستی جمال؟ کجاستی؟ من دیگه توان ندارم. بیا.
گریه نکن زمران، گریه نکن. کم مانده، بسیار کم مانده. جمال؟ جمال تو کجاستی؟ ملکه خانم تو نرفته بودی؟ همه قسم شنیده بودم. میخواستم برم اما منصرف شدم. خواستم آزاد ببینم. آزاد فعلا وقت نداره. اگه خواسته باشی بدن بیا. نمیفهمم. چند دقیقه پیشم رایش گپ زدم. گفت بیا منتظرت هستم. شاید بعد گفته نتانسته. با کسی که عروسی میکنم برای اون ملاقات داره. انسانایی زمانه هیچ از قهر و غضبه. خداوند نمیترسن توبه. زهرای بیچاره سر تو بسیار ظلم کردن. زهرا نوجین مادر گفتن بیاده کارای ممرایم کمک و زهرا جان. درست است. تو جان درد هستی دختر.
اگه خواسته باشی کمی دیگه هم استراحت کو. من خودم کارا رو انجام میدم دخترم. نه خیر خاله فاطمه، حال بسیار خوب هستم. درست از خودت میفهمی. پس زود باشه جلکو. حالا دیگه دخترم. سمه زود باش بیدار شو. چی شده خانم؟ ملکه تا هنوز خانه نامده. برش زنگ زدی؟ نه خیر، من همیالی بیدار شدم. سمه زنگ بزن برش. شماره مورد نظر خاموش میباشد، لطفاً بعداً بلند شوید. تلفنش هم خاموش است. کدام بلایی سرش نامده باشه؟ اگه این دخترم به قسم ادامه بده هر بلایی سرش آمده میتانه جانان. خب پس چی کنم سمه؟ حالی به کی زنگ میزنی؟ با پلیس. چی؟ بلیاز خدایی کارا نکن. با جایی که سازمان او را پیدا کنه بانک پلیس پیداش کنه. کم از کم زندگی دخترم آخر نجات پیدا میکنه جانان. نوشین مادر گفت برو زهرا را بخوای تا امرایت کمک کنه. مام در اتاقشان رفتم. خب علی بیدار شد یا نه؟ نه خیر، او استراحت بود. زهرا؟ تا صبح سر زمین خشک استراحت کرده. میترسم که مریض نشه خواهر. دیشب زیاد خانه خوردم، استراحتم نتونستم. به خاطر رضای خدا همراه نوجین مادر گپ بزنه. در هر اتاق دیگه یک مرا جزایی میسازه راضی هستم، اما در اتاق علی جزاییم نسازه لطفا. ما هرچی بگویم نوجین مادر قبول نمیکنه. دخترم اول تو از قصر فرار کرده بودی، بعدن موضوع علی و سونا پیدا شد، فهمیدی؟ نوجین مادر میخواد شما زن و شوهر واقعی باشین. حق با جانبم است. نکو بلیاز خدا. بیبی اگه به پلیس زنگ بزنی ملک ها مقصر خوانده میشه. دزم تو هنوز نمیفهم که اصلا بیگناه است یا نیست. لطفا پس در این صورت یک راه حل وجود داره. کدام راه حل؟ سمه کجا میری؟ صبح بخیر. صبح بخیر دختر مقبولم. دکمه من بسته کو. من نتونستم بسته کنم. امروز بسیار خوش هستم. 10 ساعت ادبیات مسابقه داریم. استاد گفت هر کس برنده شد برایش جایزه میدم. سال گذشته انجام داده بودم، بسیار لذت برده بودیم. کاش که همیشه همه قسم متوجه تمام درسات باشی جان مادر. خوب شد که استاد ملکه رفت. بعد از این بیشتر درس میخوانم مادر، به خاطر که استاد جدید ما بسیار مهربان است. نامو احمق به زبان نیار.
ملکه شیطان است. علی کجاست؟ چرا به صبحانه خوردن نامد زهرا؟ ما پیشش رفتم مادر، گفت صبحانه دلم نمیشه. مادر زیاد سرش فشار نیارین به خاطر که بسیار عصبانی است. خب هم مقصر است هم عصبانی. برو زود شوهرت صدا کو زهرا. زود باش. در حالت باید متوجه باشیم اصلا نباید تمام ما یک جا بیرون شویم. خب پس چی کنیم؟ شما هم اینجا باشین، ما همراه حسن به حوزه میرم. وقتی حسن را رساندم پیش شما میاییم. ما میخوایم که همراه حسن بیایم آزاد. آزاد حق به جانب است نور. اگه هر چهار ما بریم متوجه خود شدن عاقبت خوب نداره. حسن اول به حوزه میریم، فامیلی خودت به دولت تسلیم کن. وعده میتونم که مادرت پیشت میارم. اگه دوران باشه خدا کنه امروی افراد خود نامده باشه بسیار میترسم. درست است شما آرام باشین من میبینم. پدر؟ سونا لطفا یک دقیقه به گپایم گوش کو. دیگه چیزی به گفتن نمانده علی. حال از من چی میخوایی؟ تو متأهل هستی، خانم داری. گوش کو سونا، تو چرا نمیخوایی مرا درک کنی؟ یک دانه زهرا خانم من ایست و نه خود بود، فهمیدی؟ یگانه عشق من فقط تو هستی. لطفا علی دیگه منم زنگ نزن، بیشتر از این هر دوی ما را شکنجه نده لطفا. چی شده؟ ده صبحانه منتظرت هستن. صبحانه چی ها؟ برو از پیش چشمم گم شو زهرا. نوجین مادر گفت حتما شوهرت بیار. گفتن حتما شوهرت بیار ها؟ گفتن حتما بیار، شمات نیست؟ مادر کلانم برات گفت نه؟ درست است. عروس باید مثل زلال باشه. نام خدا بسیار مقبول است، بسیار دختر خوب است. هر قدر تعریف کنم کم است. از لحاظ بچه و عروس خدا را شکر بسیار خوشبخت هستم. هرچی عاجل باید تاریخ عروسی را تعیین کنیم. ما هم به می فکر هستم فامیدی قدیم. هرچی عاجل باید ای کار کنیم. چی شده؟ تو دیوانه شدی؟ میخوای چی کنی؟ دیوانه شدیم. شما مرا دیوانه ساختین. علی قسم نگو بچم، آرام باش. چی قسم آرام باشم ها؟ چی قسم آرام باشم؟ من غلام شما نیستم. من مجبور نیستم که به خواست شما در دوزخ زندگی کنم. علی بس است. بس نیست مادر، بس نیست. تمامتان رسم رواج گفته میریم. شما هیچ نمیپرسید که خواست من چی است و چی نیست. من سونا را دوست دارم. من او را دوست دارم. علی لطفاً بس کن. گم شو از اینجا. این تمام کارا فقط به خاطر تو میشه. زمرد بفرمایین مادر. هدیه رام با خود بگی و
همین لحظه به خانه سونا برین. همین لحظه سونا را با آزاد خواستگاری کنین. این کار را تمام کنین. با خانوادیش بگوین که دخترتان به یک مرد مطهر چشم دوخته. نه خیر مادر، رفتن نمیتونیم. این اجازه را برتان دادن نمیتونم. هیچ جایی رفتن نمیتونیم. قدیم زود با اتاق علی برو. موبایل، کامپیوتر، هر چیزی که از بیگیرو بیار. بعد از این همراه هیچ کس در بیرون ارتباط گرفتن نمیتونه، فهمیدی؟ بعد از این دیگه هیچ جای رفتن نمیتونه. تمام وقت خدا همراه خانم خود زهرا سپری میکنه. تو متوجه هستی که چی بالای سرت آوردی ملکه؟ پدر جان، من طفل نیستم. میتونم از خود مواظبت کنم. ای چه قسم مواظبت کردن است؟ کم بود به خاطر اختطاف طفل زندانی شوی. حالا هم یک مجرم کمک میکنی. متوجه چی هستی؟ بیادر ما هیچ گناهی نداره، بلکه را فریب داده و با خود به کو برده ناقسمی. هر قسم فشاری که بالایش آوردن اما بیادر ما نتونست که به کسی ضرر برسانه. در واقع به می خاطر فرار کرده. ببینن سامی خان، تو دیگه هیچ مداخله نکن. اگه تو آدم می بودی دختر ما به خانه روان میکردی، اگه احساس مسئولیت میکردی زندگی او را به خطر مواجه نمی ساختی. پدر آزاد کار نکده، آرام باشین. نه خیر ملکه، پدرت حق به جانب است. واقعا این یک کار خطرناک است. تو امرای نور با پدرت یک جا به شهر برو. ما اصلا به اوزم میرسونم. عجله کو دختر، باید هر چی زودتر از اینجا بریم. بیادر دوست داشتنیم. با این کارت دوباره در قلبم جای گرفتی. بعد از این کل چیز خوب میشه. با ما باور کن. برفین خواهر، من برف ساختگی از کاغذ جور کردیم. خواهرم برم یاد داده بود، بر تو میاد بتام. برف چی احمق؟ خانه را با این کارت کثیف ساختی. بیبی ایلف زود باش اینا را جمع کن. چند دقیقه پیش خانه را جارو کردم. توبه توبه. کجا میری خواهر؟ تو را چی دختر؟ قرار نیست به تو حساب پس بتم. به قصر میری اما تو نیست. ما پشت خواهرم بسیار دق شدیم. دزم دانای برفون برش نشان میتم. بس کده که مرا دیوانه نساز دختر. من تو را مثل بار اضافی همراه خود بردن نمیتونم، فهمیدی؟ لطفا مرام ببر. پشت خواهرم زیاد دق شدیم، لطفا. الایم کو. الیف چی شده؟ چرا گریه میکنی دختره؟ برفین نه که تو بازی را اذیت کردی ها؟ برفین خواهر به قصر میرم. ما میخواییم همراهش برم. میخواییم که خواهرم ببینم. او مرا نمیبره مادر. تشویش نکو دخترم، او هم به قصر نمیره. به خاطر چی؟ نمیتونم به دیدن پدر مادرم برم. من نوکر خانه نیستم. اینجا خانه ماست. اگه نمیخوایی که از خانه بیرون کنمت، پس باید به گپ ما گوش بدی. گپ فهمیدی؟ به جایی که مثل مادرت طرفم سیل کنی، عاجل به آشپزخانه برو. یک عالم کار داره. مهمانام در راستن میاین. خدا لعنتتون کنم.
موبایلت جواب بده سونا، لطفا جواب بده. میخوایم یک دانه دگام رو جای آماده کنم برای جیزای دخترم. چند دانه دگام آماده ساختی قدریه خانم؟ اما قبرش کافی نیست. دختر من عروس کرمانیایی بزرگ میشه دخترم. با دروجه و لباس نمیدارم دخترم اونجا روان کنم بعد است. گفتن کرمانیا؟ بله. سونای ما با آزاد خواستگاری میکنن. نام خدا. سونا خانم خان میشه. دخترت بسیار خوشبخت است. آزادم بسیار یک مرد خوب است. راست میگی به خدا. تا حالا هیچ کدام گپ بدی دربارش نشنیدیم. همگی آزاد دوست دارن و تعریفش میکنن. چرا علی هنوز هم زنگ میزنی؟ چرا؟ چی شده علی؟ تو از من چی میخوایی؟ من نگفتم که دیگه برام زنگ نزنی؟ سونا لطفا بگه پایم گوش کن. امروز مادرمشان به خواستگاری مارا ماما گفتم موبایل ماما بته. کاکای لا کنین بته. موبایل ما برام بتین. نشنیدی که چی گفتم؟ بله موبایل ما بتین. بله علی بله. کاکا شما چی میکنین؟ گفتم موبایل ما بتین. علی بار دیگه امرای تو گپ نمیزنم. اگه بار دیگه موبایل امرایت ببینم برات بد میشه علی. کاکا ازتون میخوایم که دیگه کار مداخله نکنین. کاکا چی میکنین؟ لطفاً کاکا این کار نکنین. تو مرا مجبور ساختی که مداخله کنم علی. اگه به محبت ضرورت داری خانمت اینجاست. امرای او گپ بزن. کاکا جان براتون گفتم لطفاً مداخله نکنین. کاکا جان گفتم اینا رو ایلا کنین. پس از دیگه احمق مثل آدم امرای ما گپ بزن. من نمیتونم تو را تحمل کنم. علی جگر خود نباش، حالا بلند شو. گم شو از اینجا. بیرون شو زهرا، نمیخوایم ببینمت. بد قدم تمامش به خاطر تو شده. از پیش چشمم گم شو. از گلتان نفرت دارم. فرارم بارید. از به چی میخواهی؟ وقتی شیر پیر شوه بازیچه روباها و شغالا میشه. بیا و اینا را ببین. من تا هنوز زنده هستم. نمیخوایم رشخندتان شوم. تا وقتی که نفس میکشم نمیتونین نام و نشانه خانواده کرمانیا را با این کارتان رذیل بسازین. انسانای بیادب. نوجین مادر عصبانی نشین. ببینین اگر نی باز فشارتون بلند میره ها. به از او میخواین مرا از بین ببرن. هر کدامشان میخواین مرا از بین ببرن. اخلاق و احترامه کاملا فراموش کردن. تو هم گوشایت خوب باز کن. او بچه بیرون نمبره. با کس زنگ نمیزنم. اگر خبر شدم این کار کده باز سرم امرای زندانی میسازم. فهمیدین؟ حسابی کار جدا از کنتون میپرسم. اینجا بیا. او دیوانه چی میکنه؟ میخواه قصر سر ما چپه کنه؟ قدیم خانده اتاق قفلش کرد. خوب است. بانکه همونجا باشه. تو هم مثل محافظش میباشی زهرا. اگه کدام اشتباه کرد حسابشه از تو میپرسم. دارم همراه او میسوزانم خبر باشی. گم شده از اینجا. برو پیش علی. نوجین مادر نمیشه که من امرای علی نباشم. یعنی
درست است ازش مراقبت میکنم، اما لطفا نمیخوایم از طرف شب در اتاق باشم. باقی تمام کارای من انجام میدم. لطفا نوجین مادر. درست است؟ شما ساتیری میکنین؟ شما با هم عروسی کردین. از این خاطر هر جایی که علی باشه تو هم میباشی، فهمیدی؟ اما نوجین مادر. چوب باش، مرا بیشتر از این دیگه دیوانه نساز. بی از او گناهکار هستی. در مقابلم استاده گپ نزن. اما من خو هیچ گناهی ندارم. دیگه چی باید کنی دختر جان؟ برم بگو کی کمک کرد که علی و سونا هم دیگه را دیده بتانن. شاید هم میخواستی به خودت یک راه فرار از این قصر پیدا کنی. تمامش تقصیر تو بود. اما نوجین مادر، من فقط به خاطر علی، به خاطر علی و به خاطر خودتان کوشش کنین که با هم عادت کنین، فهمیدین؟ بعد از این شما تا قبر هم سفر خود بودین. شاید بیچاره میترسه. چرا باید بترسه؟ نوجین مادر، نمیخوای می گپ از ما بشنوی؟ نما فکر کنم علی او را لط کوب میکنه. ای گپ دیگه از کجا شد؟ علی شاید عصبانی شوه، اما سر دختر دست بلند نمیکنه. در کنج لبش زخم موجود داره. دیشب به گوشم صداش شنیدم. وقت به جانب است. چی گپ است؟ چی میخوایی؟ از موتر پایین شو، تلاشی میکنیم. شما کی هستین که در راه مردم تا کده تلاشی میکنین؟ ما یک سارنوال هستم. حسابی را از یکی تان میگیرم. اگه تو چی خود کردی ها؟ درست از باشه، آرام باشه. ما اینا را مشناسم. تو با اینا چی کار داری دوران؟ مشکل چی است؟ مشکل نیست. یک دوست خدا گم کردن همو را میپاله. موتر خالی است، هیچ چیزی وجود نداره. نه صبح وقت در طرف ها چی میکنین ها؟ ای خانم پرستار، دیشب به خاطر معالجه یک مریض آمده بود. ما به خاطر گرفتنی آمدیم. او مریض در کجاست؟ بانن که برن، ما زمانت اینا را میکنم. خب درست است خانسای، رفتم میتونین. حالا در موتر سوار شوین. باز میگن کم نیت وجود داره. این چه قسم امنیت است؟ در روز روشن رای مردم گرفته راهزنی میکنن. با ما سر که آدمی احمق. بفرمایید. بله مادر. بچه تو کجاستی؟ چرا دیشب خانه نامدی؟ کار داشتم. این چه قسم کار است؟ اوف مادر، با لیاز خدا گپ دراز نکنید. گپتانو بگوی. زود خانه بیا که برات بگویم. بیزو نوجین مادر شکایت داره کی بچه کجاست. بنا حق بر ما جنجال جور خود کردی. درست است میایم. گوش کو چی میگم. ما دیگه میرم. امرای باها بعدن گپ میزنم. خدا حافظ.
انشالله که کدام مشکل پیش نشد. زنگ زدم. ها ملکه چی کردن؟ خوب هستین؟ خوب هستیم آزاد، اما در جنگل سر رای ما را گرفتن. تمام موترها را تلاشی کردن، موتر ما را تلاشی کردن، اما چیزی نیافتن. به خاطر که نور همراه ما بود سر ما بسیار شک کردن. دوران ما را نجات داد. نمیفهمم چرا او بازم ما را کمک کرد. پس تا صبحم رای اونا بوده. همونطور است، اما شکر که اونجا بود. اگر کمک نمیکرد نجات یافتن ما از اونا مشکل میشد. خب حال شما چی خواد کردین آزاد؟ ایرا خوب بسته است. از یک راه دیگه خواد رفتیم. راه خود دراز میسازیم، مجبور هستیم چی کنیم دیگه؟ فهمیدم. متوجه باشین. باز با من خبر بتین. درست است؟ درست است. تو تشویش نکن. چی شده بیادر؟ خواهرم خوب است؟ بله خواهرت خوب است. ملکام خوب است، به شهر رسیدم. حالا نوبت ماست. خب حالا دیگه ما باید کمی عجله کنیم. بیا. آفرین بیا. اون آمد. خوش آمدی رئیس. چی کردیم؟ خبری نیست؟ نه خیر رئیس، از دیشب تا حالا فقط یک موتر آمد و هم خالی بود. کی بود؟ داستان شهری و دخترش. اما استاد همراهشان خواهر حسن نوران بود. پیش کدام مریض رفته بود. اونا ما گرفتن هم آمده بودن. شما باور کردین؟ چطور اجازه دادن که برن؟ شما احمق هستین. رئیس دوران گفت که من ضمانتشان میکنم. موترشان چی بود؟ یک جیپ سبز. لعنتی. دوران کار اشتباهی کردی دوران. از دیشب تا حال ما را فریب دادی. با چشمایم سیل کده اونا را فرار دادی. حرکت کنین، با کلبه میریم. بریم اپو. تشویش نکو بیادرم. خداوند یک راه نجات نشان میده. کافی است که ما از اوامرش سرپیچی نکنیم. 5 اولاد دارم. یک بچه‌م از طرف شب دلیله می باشه. 2 دخترم هم هنوز شاگرد مکتب هستن. اگر از کار اخراج شوم چی خود کردم؟ خرچ اونا را از کجا پورا بسازم؟ میفهمین که اگر کدام چیز شوه باز چی خواهد شد؟ دعا کنیم که خداوند حفظشان کنه. اگر خداوند هدایت نصیب کنه باز هیچ وقت کسی گمراه نمیشه. یک قفل هر کس باز کده میتونه، اما مهمتر از همه ای است که ما کلید او را پیدا کده بتانیم. برادر خانم پرستار حسن اگر در این قسم مراکز تعلیمی درس میخواند، حاله در دستش اسلحه نه بلکه قلم می بود. در سابق یکی از استادایم یک حکایت برم قصه کردن. 3 دوست با هم یک جا شده تصمیم گرفتن که به کوه بالا شوند، اما روز آخر وقت با هم بازی میکردن دست یکشان شکست و به کوه رفتن نتانستن. به جای رفتن به کوه خود در مراکز تعلیمی ثبت نام کردن و به دروس خود ادامه دادن. در اوایل نتانستن به درس خواندن عادت کنن. همیشه مشکل درست میکردن و به هم صنفیایشان مزاحمت میکردن. کاسه صبر همگی لبریز شده بود. اما به مرور زمان با دیدن فداکاری‌هایی که اساتید به خاطرش انجام میدادن تصمیم گرفتن که بعد از این درست درس بخوانن و اصلاح شوند. بالاخره استاد شدن. دمو مرکزی که روز درس میخواندن به تدریس پرداختن. باقی زندگی خوده با خدمت و محبت با شاگردا سپری و شاگرد تربیت کردن. بسیار کسا هستند که به همین شکل در مراکز تعلیمی مصروف تدریس شاگردا هستند و مقصدشان خدمت به مکتب و ملتشان است. بستن قسم مراکز آغاز یک دنیای جهالت و بدبختی خود بود. ضرر خانواده‌ای متحمل میشن که اولادایشان از درس باز ماندن و به این شکل اونا هم به دولت و هم به ملت مضر واقع میشن. خداوند عاقبت کل ما را خوب کنه. آمین. و خداوند ما را از خواب غفلت بیدار بسازه. آمین. وقتتان خوش. خداحافظ. زنده باشی.
تو تمام شب کجا بودی دوران؟ در کجا خوابیدی؟ چرا میپرسین مادر؟ هر جایی که خواستم بودم. چی میخواین؟ گوش کو که چی میگم. امشب بعد از غذا به خاطر تعیین کردن تاریخ عروسی پیش زلال میریم تا این مسئله خلاص شود. حالا که به عروسی نزدیک شده مشکل جور نکن. تو از خود نامزد داری. همسر آیندهت معلوم است. متوجه باشی که طرف کدام دختر سیل نکنی. ما امشب کار دارم. باز چی کار داری؟ گفتم از خود نامزد داری. هر شب کجا میری؟ مادرت راست میگه بچیم. حالا که علی و آزاد از ما بیگانه شدن تو دیگه نباید کدام اشتباه را مرتکب نشیم. از این فرصت خوب استفاده کن. همراه زلالام گپ زدم. حتی یک خوش آمدیام برش نگفتی. آف وانندگه مادر، به خدا خسته شدیم. اگه خوش آمدی نگویم چی تغییر میکنه؟ فقط که خوش نامده. البته که همونطور است. اون نامزدت است. برش گفتم که دوران آمده تو را به چکر خود برد. همراهش خواده نکدین. همتون نیست؟ دوران دختر بیگی ببر کمی دلش خوش بساز. عدیه آماده هستی؟ ما خانه سونایشان میریم. همراه مادرش در این مورد باید گپ بزنیم. قدیم تو باز چرا آمدی زهرا؟ چرا آمدی؟ چرا؟ تو را نمیخوایم. لطفاً از اتاقم بیرون شو. میخوایم کم تنها باشم. برات غذا آوردیم. اوف قصد کن زهرا. چرا نمیفهمی؟ ما نمیخوایم که غذا بخورم. مرا تنها برو گم شو دیگه به اتاقم نیا. از خاطر تو حال سونا در جنجال خود مان. او را از بین خود بردن. تو حال خوش شدی ها؟ خوش شدی؟ باور کن من کار نکده. ماما باور کن من به هیچ کسی چیزی نگفته. زهرا تو دروغ میگی. میفهمم که تو برشان گفتی. تو برشان گفتی که من همراه سونا ملاقات داشتم. نقش انسان خوبه بازی میکنی اما فریبکار هستی. نه خیر، من به هیچ کسی چیزی نگفته. اگه تو نگفتی باز از کجا فهمیدن ها؟ از کجا خبر شدن زهرا؟ نمیفهمم. من به هیچ کسی چیزی نگفته. خاله دمراد و خاله هدیه همیال از خانه برآمدن و رفتن. به خاطر گپ زدن همراه مادرش رفتن. شاید حالا با اونا بگوین که از کجا خبر شدن. اینه ببین کل چیز تمام شد. اگه خانوادش خبر شون میفهمی که چی خواد شد؟ تصورش کده میتونی؟ سونا را از بین میبرن، از بین میبرن. او را زنده نمیمانن. حالا چی کنیم؟ رفتن از دست ما فرار کردن لعنتی ها. او خواهنم اینجا بود. من میفهمم. ها همو استاد از سنه پنان کده بود و دورانم با اونا کمک کده. اینجا بیاین. شما دو نفر سر راه استاد شوین. یک پشام نباید پر بزنه. شما هم رای ما بیاین. ما کجا میره؟ به شهر میریم و یکی را ملاقات میکنیم. بیادر چه قرار مانده؟ کم مانده. انشالله کم مانده.
با آنکه راه دراز باشه، مهمی است که به خیر برسیم. شاگردایت خلاص شد. حالا میخوایی با بگانا کمک کنی اما تو نیست؟ تو هیچ وقت عاقل نمیشی. تو متوجه هستی که خودت چی خطر بزرگ انداختی؟ دیگه خلاص شد. همه چیز خلاص شد. خانوادهش چی خواد کردن؟ فکرش کردن میتونی؟ دی مورد فکر کردی؟ سونار از بین خود بردن زهرا. او را زنده نمیمانه. عروس کوچک ما با اتاق ببر. با اتاق خودش نی. او دیگه در این خانه جای نداره. با اتاقی که در زیر زینه است ببریش. تنها کاری که باید کنی ای است که چوکی را همراه پایت بزنی. کی زنگ زده؟ چرا جواب نمیدی؟ از قصر زنگ زدن بیادر، چیز مهم نیست. تو را که تسلیم کردم باز به اونها زنگ میزنم. تو در اینجا چی میکنی؟ هیچ، پاکاری میکنم. چارجر موبایل ما میپالم، ندیدی؟ بله استاد ملکه، من هستم زهرا. زهرا؟ جانم چطور هستی؟ من خوب هستم استاد، اما سر سونا ده بلا رفته. با آقازاد زنگ زدم اما جواب نداد. نمیفهمم دیگه به کی زنگ بزنم. استاد لطفاً به سونا کمک کنین، او را نجات بدین. او را خواهد کشتن. بفرمایین. بفرمایین خانم، ما خوش آمدین. خوش آمدین خانما. من میرم، شما به راحتی صحبت کنین. مشکلی نیست آقا محمود، شما میتونین باشین. حرفای ما مربوط شما میشه.
کجا میری ملکه؟ باز چی شده؟ چیز نیست پدر جان. زهرا را میبینم و زود میایم. چرا؟ میخوای با سرت دا بالا بتی؟ سمه لطفا کمی آرام باش. سامه آرام باش، اینقدر گپ دراز نکن. زهرا را دیده پس میایه. تو همیشه همه قسم رویه میکنی. به خاطر ای که تو ازش حمایت کنی حرف مرا گوش نمیکنه. اگه او را چیز شد و اتفاق افتاد مسئولیتش به دست توست. خدا نگاهش کنه. حتما چیزی را فراموش کرده. ملکه سایگنر من مادرش هستم. او فعلا خانه نیست. میشه اینجا را امضا کنین؟ البته. تا وقتی که حقیقت به پایان برسه میتونی دوباره به کارت ادامه بدی خانم ملکه. اینو بگی. نوجین مادر سونا را به آزاد مناسب دیده بود، اما معلوم شد که قسم نبوده. ما سونا را یک دختر با ادب و با حیا فکر میکردیم. شما از سونا چی بی ادبی و چی بی حیایی دیدین خانم هدیه؟ سونا همراه علی رابطه داره. اوه خدایا. تو بیرون شو. کارهای باقی مانده را فردا انجام بدی. درست است. شما هیچ میفهمین که چی میگین خانم؟ میشه بگوین سونا با علی چی قسم ارتباط داره؟ راستش ما هم تعجب کردیم. با یک مرد متأهل، در ضمن یک بچه معیوب. او و سونا هیچ به هم دیگه نمیزیبن. اینا راست میگن خانم؟ نه خیر آقا، سونا ای کار نمیکنه. ناغ گناه دخترم هم میگیره. دختر تو اگه عفت خدا نگاه میکرد باز عروس ما میشد. چرا باید برش تهمت بزنیم؟ این خودت سیل کو که دروغ است یا راست؟ زهرا زنگ زده بود. از قصر پنهانی زنگ زده بود. مادر جان اونجا رفتن. توبه توبه، این کار چه وقت شده؟ مطمئن هستی؟ بیازو قبل از عروسی با هم ملاقات میکردن. بعد از عروسی سونا برش گفته که دیگه نمیخواد ببینش. هم حالی به زنگ زدن ادامه داده. زهرام کمکشان کرده که هم دیگر دیده بتونن. یعنی تا حال هم دیگر ندیدن و حال ناحق جانشان به خطر افتیده. درست است. گوش کن ملکه، تو هم خدا اونجا برسان. زهرا را امرای ببر که شاهدی بده، اما چیز به همگی واضح شود. زهرا از خانه بیرون شده نمیتونه. اجازه نمیدن. ما از نوجین مادر اجازه میگیرم. تو تشویش نکن. درست است. بسیار خوب میشه. اگه زهرا بگویه باز شاید باور کنن. بگیرمش رئیس. در بین سرک خانه میشه. کمی صبر کن. اگه ای دختر در اینجا به زندگی ادامه بده و استاد باشه زندگیش همیشه در خطر خواد بود. اگه مسلک خود از دست بده باز دلیل باقی نمیمانه که در اینجا باشه. فهمیدی یا نه؟ تو نمیفهمی که مسلکش به او چقدر اهمیت داره آقا سمه؟ اگه تزیز کده نتانه با زندگیش بی مفهوم میشه. بان که بی مفهوم شوه کافیست که زنده باشه. تو چی فکر میکنی؟ در ذهن چی است؟ کوشش میکنم دختر من نجات بتم. میرم همراه مدیرشان گپ میزنم به خاطر که دوباره تدریس کردن نتانه. هرچی از دستم بیای انجام میتم. سامه صبر کن. تو دیوانه شدی؟ میخوای زندگی دخترت خراب بسازی؟ تا امروزی که صبر کردم و به حرفایت گوش دادم اشتباه کردم. ملکه را گرفته از اینجا میرم. ملکه، 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 ملکه،
لبت چی شده دختر جان؟ اوه راستش نمیفهمم. حتما به کدام جای برخورد کردم. علی تو را لط میکنه؟ نه خیر، لط نمیکنه. برم راست بگو دختر. نوجین مادر، آزاد زنگ زده. آزاد؟ نوجین مادر ازتون خواهش میکنم به زهرا اجازه بتین استاد ملکه را ببینم. همه قدر کافی نیست؟ دیگه چرا میخوای ببینم؟ مادر زیاد طول نمیکشه، لطفاً برایش اجازه بتین. خوب است درست است. خب نوجین مادر، اگه چیز دیگه نمیخواین من داخل میرم. باید لباسا را بشویم. حال لباسا را بان. آماده شو. استاد ملکه در بیرون منتظرت است. میتونی که برای نیم ساعت همراهش باشی. اتفاقی نیست که آزاد از نوجین مادر اجازه گرفته نتونستم. یانوس چرا در اینجا منتظر است؟ اگه میخواین بگیرمش رئیس. لازم نیست. با آنکه از اینجا دور شوه. استاد ملکه جانم. چطور هستی؟ خوب هستی زهرا جانم؟ فکر کردم که از نوجین مادر اجازه گرفته نتونستی. بله اجازه خود داد، اما گفت که فقط نیم ساعت. پس درست است، بیا که زود بریم چون بسیار کار داریم. استاد جان، به خاطر سونا از دست ما کار ساخته است. با کمک تو انشالله. بیا که بریم که وقت نشه. درست است؟ مادر، خاله نوریا، اینا چی هستن؟ پدر من اینا را بیادب. تو چطور تانستی کارا کنی؟ ما را پیش همه گیر از ایل ساختی. به یک مرد متأهل چطور نامه روان میکنی؟ پدری همه قبل از ازدواجش بود، بعد از عروسیش براش نامه نوشته نکردیم. پدر قسم میخورم این کارا نکردیم. زهرا، خواهر سونا مریم در صنف ما بود اما تو نیست؟ بله استاد. یادم است. بیبی زهرا جانم، من همراه خانواده سونا گپ زده همه چیزه برشان میگم. تو هم هرچی که دیدی شاهدی میتی، فهمیدی؟ استاد ابراهیم هم که کم مداخله کنه انشالله همه چیز رو برام میشه. انشالله استاد. چی میکنید؟ زهرا فرار کن زهرا! ایلا کنید استاد! چی میکنید؟ تکانور ایلا کنید. زهرا فرار کن! زهرا! استاد صبر کنین، استاد ما کجا میبرین؟ استاد کمک کنین. برفین، چای خانم نوریه رام تازه بساز، سرد شده. همیال چایشان تازه ساختم. سرد شده برفین. عروس، دروازه را میزنن، ببین که کی است. بچشه. گلسوم دخترم، اگه با چشمایم نمیدیدم باورم نمیشد که امو دختر کرمانیا برفین باشه. به خدا خود کدر نی درد است و نی درمان. تو هم راست میگی.
خیرت باشه راشد. دی وقت چرا آمدی؟ گوش نشده بودم. دی دیگه چی گپ است؟ خدای شما صبح در خانه ما بودن به خدا. داماد شما امروز سونا یک مدت میشه که رابطه دارن. خادمادیه بسیار عصبانی بود. دختر شما هم دیگه خدا نگاه کنه. دختر بیچاره در قریه ما خواست رسم و رواج کلگیتان خبر دارین دیگه. بیا علی را بیبی، او خو خپک زیر بوریا برآمد. بهتر است که تو چوب باشی عروس. بی از او زهرای ما به خاطر اشتباهی تو دی حالت از فامیدی؟ حاله هم او دختر بیچاره در جنجال مانده. خدا کنه که داماد دخترم جگر خون نسازه. اگه نه امرای قدیم خان گپ زده و گوشش کش خواد کردم. فقط که او به قدیم خانم بسیار ارزش قائل است. همراه خانمان نشسته صحبت نکن راشد. جای تا گرفته برو در بیرون بنوش. روزتان خوش. پدر، چایتان اینجا آوردیم، بفرمایید. زنده باشی دخترم، دست درد نکنه. گلسوم حتما امرای مسعودی خواد کرد. دوره جوانیم در اینجا سپری شده. دخترها وقت هم بالای ما عاشق می شدن. از این خاطر حسودی کرد ها. فکر کنم هنوزم عاشق هستن پدر. خانم نوریت تا حالا عروسی نکده. به نظرتان دلیلش چی است؟ به نظرم یک بار فکر کنه. باز گلسوم مادر چرا همراهتان این قسم بد رویه میکنم؟ من خود دلیلش نفهمیدم. دلم براتان بسیار میسوزه. آدم همراه همسرش این قسم رفتار نمیکنه. نوریه دست درد نکنه، مزه‌دار است. نوش جانتان. آرام باش حسن، آرام باش. تو را کسی کشته نمیتونه، ما را دستگیر کرده نمیتونن. تو تشویش نکن. اثبات شو. صبر کنین، کمک کنین. صبر کنین، استاد شوید. صبر کنین، لطفاً استاد کنین. صبر کنین. باز چی گپ است؟ شما پدر استاد ملک هستین، اما تو نیست کاکا جان. خب سعید چی گپ است؟ بگو گپتا. استاد من اختطاف کرده. گفتم حسن کجاست؟ حسن کجاست؟ در کجا پنهانش کردین؟
کسی را که میخوایی من نیستم. با این بد رفتاریات از من چیزی گرفتن نمیتونی. با مسائل کستاد با تو مشکلی ندارم. حسن تسلیم کو، خدا نجات بده. واقعا باز چی خواهد شد؟ از بین میبرینش اما تو نیست. شما هیچ وجدان ندارین، هیچ. آهسته برو استاد. بیبی ما نمیخوایم با تو ضرر برسانه. من از شما نمیترسم. درباره حسنم حتی یک کلمه ازم شنیده نخواد تانستین. قدر مطمئن نباش خانم. دوران برات کمک کرد نه؟ او را در کجا پنهان کردین؟ گپ بزن احمق، گپ بزن. دختر احمق، برات گفتم که گپ بزن. و مسئله که خانم دور از بین خود بردم. فهمیدم استاد ملکه به جان خود ارزش قائل نیست، اما شاید کسی داشته باشه که برش ارزش قائل باشه. یک کسی که به خاطر هر قسم خطره بپذیره و به قیمت جان خود کوشش کنه که او را به استانبول فرار بتمو تو نیست؟ بیادر از خاطر متورم زخمی خود ساختن مربان. حسن ما چطور تو را رها کنم؟ این نامردیست بیادر. مادرمشان آمادگی عروسی را شروع کردن. میخوایم که یک محفل فراموش نشدنی باشه. پدرم به خاطر من تمام باغا و زمینای هارمانلی را به عنوان جزیه به من میبخشه. پدرم میگه این پیوند قدرت و شهرت در دو خانواده را زیاد میسازه. گوش کو زلال، چرا عجله دارین؟ عجله ندارم دوران. 6 ماه میشه که نامزد هستیم. 6 ماه مدت زیادی نیست به نامزد بودن. دوران تو حتما کدام مشکل داری که به من نمیگی؟ داری اما به من نمیگی. چیزی نیست. داری از جدید معلوم است. بیبی زلال، ما هیچ علاقه به زلال خانه برو. چی شده دوران؟ تا هنوز چای خودم ننوشیدیم. زیاد گپ نزن، گفتم خانه برو. باهو برات سلام گفت. حوصله گپای ناقه ندارم. چی گفت؟ گفت معلم پیش ماست. اگه دوران دختر کوچک نیاره دیگه معلم زندگی ده نمیتونه. فقط میتونه سر جنازش گریه کنه. مرا چی با او معلم احمق؟ باهو خبر شده که از معلم پشتیبانی کردی. خواستی را بفهمی. بیشتر از او را عصبانی نساز. بیادر خدا رو شکر که از گیرونا نجات یافتیم. کم مانده بود حسن جان. زیاد آدمای مثل تو که پشیمان شدن و به خانه خود برگشتن نجات یافتن خدا امرای ماست. مهم تصمیم تو برم بود بیادر. به خواست خدا ما تو را هیچ وقت تنها نخواد ماندم. تو از هیچ چیز نترس. ما آدمایی نیستیم که با دو فیر و تهدیدشان بترسیم. اگه قسم فکر میکنن که ما ترسو هستیم باز اشتباه میکنن. کاش که زودتر تو را میشناختم بیادر. هرچی به خیر ما باشه حسن جان. حتما آل وقتش بودم. تو همیشه طرفدار حق باش.
هرچی به خیرت باشه عمو میشه. بعد از او کاکا سمیره دیدم و استادش کردم. همه قدر دخترم؟ بله. کاکا پلیس چی میشه؟ استاد من نجات بدین، میترسم. دختر ما بریم پیدا کنین. سرانوار صاحب، هرچی از دست ما ساخته باشه انجام میدم. چیزی که از دستتان میار انجام ندین، بیشتر از او انجام بدین. دختر ما پیدا کنین. بله رئیس، حسن همراه آزاد یک جاست. طرفی حوزه روان هستند. رئیس ما حادثه کردیم، تعقیبشان کردن نمیتونیم. بیچاره استادم. گریه نکن دخترم. پایین شو از موتر. گفتم پایین شو. کجا رفته بودی؟ به تو نگفته بودیم که از قصر بیرون نری؟ نوجین مادر برام اجازه داده بود. درست است. دختر زبان باز حتما باید جواب بده. خدا جزایت بده. زهرا امرای ما میره مادر. منو جین مادر خبر بده. دوران زلال کجاست؟ ما چی میفهمم که کجاست. برش زنگ بزنین. بیا که بریم. مادر چند لحظه پیش دوران عروس کوچک از اینجا برد. گفت به نوجین مادر بگوین که همراه من رفت. به خاطر چی؟ حتما دکان سرش با کاری میکنه. مادر من میرم که خبر علی رو بگیرم. درست است؟ مادر سونا را دیدین؟ هنوزم سونا میگی بچم؟ او دختر از عقل و زبان خود دور کو دیگه علی. مادر دیدین یا که ندیدین؟ نه خیر ندیدیم. خب با پدر مادرش چی گفتین؟ حقایق برشان گفته. مادر سونا چی گناه داشت؟ اشتباهی او چی بود؟ چرا قسم یک کار کردین؟ اما بچه مادر تو امروز نیم روی سونا گپ زدیم و نیم ملاقات کردیم. وقت دجله به محفل سالگیری خود دعوتش کرد. تحمل کردن نتونستم مادر. بگو این گناه ما چی بود؟ آه بچه ما حالا چی کنم و چی بگویم؟ مادر از اتاقم بیرون شوین. علی چرا این کارا میکنی ها؟ اتو نکو. درست است؟ مادر مرا تنها بانین. لطفاً از اینجا برین.
راشد، خداوند تو را در شب قدر به دنیا آورده. هم به کرمانیا دختر دادی و هم دختر گرفتی. حالا دیگه تو ثروتمند خود شدی. حالا دیگه از این کارا نجات میافی ها. قسمت از دیگه. او خان صاحب، چی حال دارین خان صاحب؟ چی گپ است راشد؟ میخواستیم یک گپ براتان بگویم خان صاحب. درباره علی و سونا خبر شدیم. خب چی شده؟ ما چی کنم؟ چی گپ است؟ گپایی طرف و طرف نبر، سر اصل موضوع بیا. علی دختر ما را خوش نکرده، اما سونا هم کم از اون نبوده. میخواستی همین را بگویی؟ چرا با اولادای ما چی غرض؟ تا دیروز قرار بود دخترت از بین ببری راشد جان، و خدا قصه دخترت نبودی؟ او موضوع جدا بود خان صاحب، این موضوع جدا است. او موضوع جدا بود. عجله کنین بچه، عجله کنین، تکان بخورین، عجله کنین. استاد ملکه را اختطاف کردن. خواهش میکنم یک کار کنین آقا دوران. شما یک آدم قوی هستید، لطفا او را نجات بدید. ما آرام نششتیم، دانه تا بسته کن. خب رسیدم حسن. راستش هیچ فکر نمیکردم به جون جور اینجا برسیم آزاد بیادر. شاید چند وقتی بندی شدم، اما فرق نمیکنه. چند وقت بعد آزاد خواهد شدم. بشنو حسن، قسمه که برات گفتم. بعد از این ما بیادر بزرگ تو هست. وقتی به چیز ضرورت داشتی بدونی که به شرمی برم زنگ بزن. درست است؟ درست است. صحیح بگو حسن. درست است بیادر. آفرین. آزاد بیادر، بفرمایید. ای چی است؟ بیادر سال پیش ایره مثل تو یک انسان خوب یک چوپان برم داده بود. از او روز تا حال ایر از گردنم نکشیدیم. بیا از او در داخل تمام چیز از من میگیرن. حداقل ایره تو بگی بیادر. نه خیر نمیگیرم، نمیش. بیادر وقتی مرا بیادر خواندی، ایره به صفت تحفه بیادرت قبول کن. بفرما بیادر. سلامت باشی حسن. حسن، قسمه که برات وعده داده بودم اما چیز بهتر از گذشته میشه. حالا برو تسلیم شو. تو حال خو بسیار خوب تحمل کردی. ببینم بعد از این چی خواد کردی خانم. استاد ملکه بیا اینجا. کجا میری؟ زهرا! استاد ملکه میره ایلاکو. اگه با یک تار موشم ضرر برسانی تو از بین میبرم. نظر به ای گپایت بسیار با جرأت هستی استاد ملکه. تو همراش چی کردی احمق؟ از من میپرسی؟ اصلا تو چی کردی به عقل؟ ما تا هنوز کاری نکردیم. ای هنوز شروعش از دوران خان. ده اصل حال تو باید برم حسابی بتی، فهمیدی؟ چو باش احمق! تو به ما خیانت کردی دوران خان. وفاداری خدا دوباره بر ما به اثبات برسان. یا تو ای دختر کوچک از بین میبری و یا با استاد ملکه میگی که با آزاد زنگ زده برش بگوی اصلا اینجا بخواه. ای طرف شو. شما بیرون برین. ده بیرون منتظر باشین. دور باش. با آزاد زنگ بزن. اگه نه دختر از بین میره.
جواب نمیده. لطفا ما را ایلا کن. دزمنی هنوز طفل است. لعنتی! دختر از بین ببر دوران. استاد من میترسم. حالا دیگه زود باشه. شاید صدای شلیک شنیده باشه. باید هرچی عجل از اینجا بیرون شد. عجله کنید. برید. زود شوید. عجله کن. رئیس شما خوب هستین رئیس؟ اونا رو بیارین. اونا رو دوباره پیشم بیارین. خوش کنن که از بین نبریشن. نه تو بسیار شجاع هستی. باش کده باشی که پشیمان نشی. پای زیاد درد میکنه. او قدر نی. حسن عزیزم، بچه یک دانه. من خوب میشه مادر جان، شما تشویش نکنید. چند روز پیشم رای زن معرفی شدم که بچه خدا در سن 13 سالگی ترک کرده بود، اما شب و روز به خداوند دعا میکرد که اولادش برگرده. داستان یک مادر به یادم میگفت که من خو یک روز خواهد مردم، اما یک بارم اگه شبا بچه خدا ببینم بسیار خوش میشم در هر حالتی که باشه، حتی اگه زخمی هم باشه. به نظرم یک کار بزرگ انجام دادی آزاد، یک کار خیر. خواهش میکنم استاد. خدا را شکر که مرا وسیله ای کار نیک ساخت. خداوند از شما هم راضی باشه. مالکا چی شده؟ آزاد ما با کمکت ضرورت داریم. در وضعیت بد قرار داریم. ما پشت سر زپه صنایعی هستیم. مالکا تو چی میگی؟ نفرای با ما را تعقیب میکنن. هر چیزی در خود اینجا برسان. ما با کمک ضرورت داریم. پوچاوین زود باشه. مالکا دوران. مالکا
شما استاد نشین، فرار کنید. نه خیر نمیشم. برن از اینجا برن. استاد نباشین. بخیز زهرا، بخیز که بریم. دوران دوران تو خوب هستی؟ مرا چیز نشده استاد، برای ما یک زخم کوچک است. باید از اینجا بریم. شما برین. نه خیر نمیریم. چی شده؟ برای خلاص شد. حالا چی خواد کردیم دوران؟ خدای من لطفاً همراه ما کمک کن. آزاد آمد. استاد ملکه بسیار لجباز است. ملکه را هنوز نشناختی. از این کده دختر لجباز پیدا نمیشه. تو خوب هستی؟ تو را خود چیزی نشده؟ نه خیر، خوب هستم و قدر مهم است. زهرا؟ چطور هستی دختر جان؟ ترسیدی؟ خورترک ترسیدی؟ علی بچیم، حالا دیگه بگی یک چیزی بخوا. خاله دلم نمیشه، لطفاً این رو پس ببرین. علی. فاطمه خاله. بله. شما چرا غذا آوردین؟ زهرا کجاست؟ امروی دوران خان رفتن، گفتن کمی کار دارن اما تا هنوز نامدن. فاطمه خاله، میشه ازتون یک چیز بخوایم؟ البته بگو. خواهش میکنم موبایل ما دوباره بیارین لطفاً. علی بچیم، تو دیوانه شدی؟ اگه نوجین مادر خبر شود جزای هر دی ما رو کسی میده. خبر نمیشه. تا امروز از شما چیز خواستیم خاله؟ بله از خدا بگوین چیز خواستیم؟ حالا دیگه لطفاً. آی علی بچیم، تو خب میفهمی که من اصلا این کار خوش ندارم، اما تو نیست؟ میخوای به سونا زنگ بزنی؟ لطفاً مشکل دختر دیگام زیاد نساز. علی این کار نکو. فاطمه خاله،
به خدا قسم به سونا زنگ نمیزنم. شما یک بار موبایل ما بیارین دیگه کارشو به ما بانین. برین. مادر، ما تا امروز زریر دهی وضعیت ندیده بودم. ما بسیار میترسم که با خود کدام ضرر نرسانه. با علی از حد بیشتر روی خوش نشان دادیم. ایره خود تو هم میفهمی عروس. اما علی بسیار زیدی است. هیچ خوبی را نمیفهمه. او هیچ نمیفهمه که کی به خوبیش است و کی به بدیش. فقط پیش روی خودم میبینه. هر کار یک جبران داره. او هم باید جبرانه ای کار خدا بته. اما مادر اشتباه برفین بود که علی بچیم جبران میکنه. چی شده؟ نیکی میگه اشتباه از رسم رواج ماست. او مسئله دیگه بسیار وقت پیش بسته شده بود عروس. نه خیر مادر، هدف ما اینه بود. پس هدف تو چی بود؟ نوجین مادر، اگر جاز شما باشم میخوایم با خانم بیادرم یک بار زنگ بزنم. زنده باشین. کجا میری؟ نیک گپای شخصی است. هدیه بانش ده هر جایی که میخواه گپ بزنه. علی سکت شم، زود گپ بزن. نباید اونا ما را گیر کنن. بس اونا خو زنگ نمیزنی اما تو نیست؟ ها؟ بله بله شما وکیل سناقا؟ بله پسر کرمانیا علی هستم. میخوایم یک قضیه طلاق باز کنم. میشه کاجل برام یک اسناد روان کنین؟ میخوایم که از زهرا طلاق بگیرم. آقالی قدیم خانم خبر داره؟ ایره خو میفهمید که ما وکیل شرکتتان هستم. بله بله اون از این موضوع خبر دارن. علی بچه تو میفهمی که چی میکنی؟ چی باید میکردم فاطمه خاله؟ اما برفین چی خود شد؟ برفین از بین خود بردن. فاطمه خاله اگه من این کار نکنم باز اونا سونا را از بین خود بردن. علی این کار نکو. هنوز اوضاع خانه درست نشده. در ضمن فکر میکنی که اونا وکیل اجازه خود دادن که کار کنه؟ فاطمه خاله اگه زهرا را طلاق نتم باز دیوانه میشم. عروسی مرا به زور انجام دادن. من سونا را دوست دارم. هیچ کس از من نپرسید که علی خواسته تو چی است؟ تو کس را دوست داری یا نه؟ در ضمن سونا مرا با همین وضعیتم قبول داره. علی بچیم راست میگی. مادر من هیچ گناهی نکردم. من از اینجا بیرون کنه لطفا. دخترم دخترم مادر بگوید که به من اعتماد داره لطفا. مادر چای آماده است. آقایونز بفرمایین. نوش جانتان. دامادت چه کرد راشد؟ کار بسیار خوب کرد. زنده باشی خیر ببینی. البته دیگه خانه منطقه است. نمیشد که در مقابل تمام مردم امراش گپ میزنیم. دیگه گوشه رفتیم. گفتم بیبی قدیم خان با خان بودنت احترام دارم. خانه منطقه ماستی. برش گفتم که موضوع عزت ماست. هیچ کس حق نداره که دخترم جگر خون بسازه. البته دیگه کمی قهرم شد. او دیگه ضعیف شده، پشیمان شده بود. گفت تشویش نکو این موضوع را حل میکنم. باید دیگه قبول میکرد. دیگه چاره نداشت. به شکت بیاده تو به کرمانیا هم دختر دادی و هم دختر گرفتی. اما به نظر من اشتباه بزرگ کردی جان بیاده. سلام علیکم.
ملکه دختر ما اینجا آوردن؟ در داخل هستن. اظهارات خدا به پلیس میتن آقا سمی. چند دقیقه منتظر باشید. اونا خوب هستن آمر صاحب؟ ملکه خانم کمی ترسیده بود اما خوب هستن. چیزی قابل تشویش نیست. شما راحت باشید. آه ملکه آه، در خانه زنبورد زدی. یک بار گپ پدر خودم گوش نکدی. خاله جانان. زهرا دختر قدیم جانم عزیزم، تو خوب هستی؟ خوب هستم خاله جانان، زنده باشه. دخترک مقبوله. کاکا سمی. خدای اونا چرا نمیرسن؟ امروز هیچ کار ما درست پیش نمیره. اینا کجا هستن؟ کلشان دفعتن گم شدن. خان صاحب اگه خواسته باشین پدر ما بخوایم، کم از کم بالای سر کارگرا خستاد میشه. اگه نرسیدگی نمیتونیم. خوب است، درست است. تو برو بخواهش بچه. آزاد احمق، دوران احمق، شما مرا در چی وضعیت انداختین؟ روز بخیر آقا قدیم. خیرت باشه وکیل. خواستم پیش از اینکه به قصر برم شما را ببینم. قصر چی؟ چرا میخواستی به قصر بری؟ آقالی گفت که میخواد زهرا را طلاق بده. گفت که شما از این موضوع خبر دارید. من اسنادش آماده کردم، میرفتم که امضایش بگیرم. علی ها؟ تو هم بگه پای و احمق باور کردی برش اسناد آماده کردی ها؟ آفرین وکیل. یا خدایا نمیشه یک آدم با عقل پیش ما روان کنی ها؟ چی رسایل دارین؟ کارتان انجام بدین. تو فقط بگویی که من یک خدمتکار باشم، نه عروس ای خانه. خسته شدیم از این وضعیت. تو چی کردی دخترها؟ نمیبینی همیاره اینجا را پاک کردم کور هستی؟ زود شو از اینجا بیرون شو، زود شو بوتای تا بیرون بکش، زود شو. خدایا اینا چه قسم هستن؟ برفین خود سیاه نیست اما بختش سیاست. دایی خانه خسته شدم دیگه. ای را بگی دختر، جایی را که کثیف ساختی دوباره پاکش میکنی. من خدمتکار خانه تا نیستم، فهمیدی؟ کرنسی نشنیدی که برای چی گفتم؟ حالا زود شو اینجا را پاک کو. مام از خود جان دارم. درست پاکش کو، درست. الیف دخترم تو چی میکنی یک دانه؟ برفین خواهرم گفت اینجا رو پاکو. من از سگ ترسیدم وقتی همراه بوتای کثیفم داخل شدم. باز گفت تو کار خود سر دخترم انجام میدی عروس ها؟ من خسته شدیم دایی خانه دیگه، خسته شدیم. فهمیدین؟ من خسته شدیم. صبر داشته باش، هنوز این روزای خوشت است. تا وقتی که دی خانه هستی روز خوش نخواد دیدی برفین جان. دخترم بانش صدقه چاوم یک دانه. برفین خانم بیادرت پاکش میکنه. ملکه دخترم یک دانه. جان مادر خوب هستی جانم؟ جانم
خوب هستم مادر جان. کل چیز براتان میگم، درست است؟ زهرای تو خوب هستی جانم؟ خوب هستم استاد، به خاطر من تشویش نکنه. اول تو را به شفاخانه میبریم، باید پیش دکتر بریم، بعدش به خانه میریم. نه خیر پدر جان، من منتظر آزاد میباشم. من خوب هستم، من چیز نشده. دخترم تو مرا دیوانه میسازی؟ تمام شد. تمام شد. میتونم یک بار حسن ببینم؟ میخوایم ازش معذرت بخوایم. فعلا آقا آزاد همراهش است. پیش از اینکه حسن کل چیزا با آزاد بگویه باید مانع شم. آزاد کدام بیگانه خانه است. ما هم همراهش داخل میشم. درست است. اوراق امضا کنین. درست است. حسن چند بار ازت پرسیدم با چیز ضرورت داری؟ نه خیر بیادر. شفا باش حسن بیادر. تو ده اینجا چی میکنی؟ گوش که حسن، تو و ملکه باید از دوران تشکر کنین، فهمیدی؟ از برکت زندگی تا نجات پیدا کرد. آقا آزاد، شما هم باید اظهارات خود امضا کنین. درست است، میایم. حسن باش کنی، فراموش نکنی تو تنها نیستی، فهمیدی؟ من میرم. گوش کن، اگر درباره ما یک کلمه به کسی بگویی باز مادر و خواهر خود دیده نمیتونی. ضررم به تو نمیرسه چون در داخل هستی، اما اونا در بیرون هستن. فهمیدی حسن جان؟ با خیر آزاد شوی. بیا که بریم، دیگه در اینجا کار نداریم. خدا میفهمه که آزاد چه وقت بیرون میشه. براتان خود گفتم پدر جان، جای نمیرم، منتظر میباشم وقتی که او آمد باز به دیدن سونا میریم. حال درست شد. مشکل زهرا خلاص شد و از سونا شروع شد. بس از دیگه ملکه. نه خیر، من هیچ جایی نمیرم، منتظر آزاد میباشم. خانه سونایشان میریم. ملکه، پدرت راست میگه. امروز از دست اونا نجات پیدا کردی، ولی از خدا کمی متوجه خودم باش. تو به خانه برو و آرام استراحت کن. ما و زهرا به خانه سونایشان میریم و کل چیزا بر پدرش میگه. حالا دیگه ملکه اصرار نکو، آزاد راست میگه. با همراه آزاد میرم. لطفاً استاد گپ ما را به زمین نندازین. بیازا، من همراه آقا آزاد میرم و کلی چیزا برشان میگم. درست است، اما من از همه چیز با خبر میسازین، درست است؟ سلام آقا محمود. وعلیکم، خوش آمدی. بیا بیادر بشی، بفرمایید. چی شده؟ فکر میکنم که کاروبارتان خوب پیش نمیره. چند روز میشه که مشتریای خود از دست دادیم. راستی محمود، ما میفهمم که فعلا وقتش نیست، اما ما آمدم که قرض خدا ازت بخوایم بیادر جان. اما حالی که کاروبارت خراب است باز چند روز دیگه هم انتظار میکشم. زنده باشی بیادر. چه فرق میکنه بیادر؟ ما دوستای سابق هستیم. خودگه بیادر، خداحافظ. بیادر ما هم همراهت میایم. بیازو هیچ کاروبار نیست. اقدرم ناامید نباش، حتما یک راه و چاره پیدا میشه، تشویش نکن. پس محمود خان، ما تو را از خود فکر میکردیم اما تو چی کردی؟ کاملا اعصاب ما خراب کردی. شما چی میگین خان صاحب؟ نه که نفهمیدی. دخترتا میگم کل ما را بیابرو ساخت. قدیم خان،
من دختر خودم مشناسم، هیچ کاری نکردم. معلوم میشه که دخترت درست نشناختی. اگه شمال نشه برگ از درخت نمیریزه. از خاطر دختر تو ما پیش تمام مردم بی آبرو و بی عزت شده. محمود خان بسیار بد است. آزاد مرا به قصر برسان. نه خیر بیادر، باید پیش دکتر به شفاخانه بریم. نه خیر نه، مرا چیزی نشده. خیرت باشه. شما کجا میرین؟ ما میریم که موضوع علی و سونا را حل کنیم. خداوند مهربان است. تو امرای باهو چی کار داشتی؟ چرا؟ حسن برات چیزی گفت؟ سر شلیک کردی، باید بفهم که چی کار داشتی. به خاطر که با خواستشان عمل نکردم. ازت چی خواستن؟ همیشه پشت مرا گرفته بودن. میخواستن کارهای مواد مخدر انجام بدم. میخواستن در بین اموال ما مواد مخدر جا بجا کده انتقال بدن. بالای ما خو کسی شک کده نمیتونه. از خاطر اونا پشت مرا گرفته بودن. زهرا، درباره چیزایی که گپ زدیم به هیچ کس چیزی نگویی، درست است؟ راست میگه زهرا جان. نباید کسی را به خاطر امروز به تشویش بسازیم. درست است جانم؟ درست است. خدای من دروازه را خود شکستان. کی بوده میتونه؟ محمود صبر کو، چی شده؟ چی شود اگه خانم؟ به خاطر او دخترت پیش کلگی رسوا شدیم. آبروی ما پیش کلگی رفت. محمود بلیاز خدا آرام باش. چی شده؟ این کارو نمیکنی اما تو نیز دخترت نمیکشی. بس تو بگو چی کنم قدریه؟ میخوایی که تمام عمر سر خدا پایین بگیرم؟ با این تهمت تو به زندگی ادامه بتو. دختر ما هیچ کار نکرده که باعث شرمنده شدن ما شود. گناهکارای اصلی کسایی هستند که بالای دختر ما تهمت بسته کرده. بس شو قدریه، مانعم نشو. سونا خدا کنه بس اونا ضرر نرسانده باشن آقا آزاد. زهرا جان، وقتی که اردوی ما همراه خانوادهش گپ بزنیم باز کل چیز خوب میشه. تو تشویش نکن. یا که بریم جان. خدا کنه بریم جان. محمودی کار نکن لطفا، صدقه جامی دختر ماست. سونا جان ماست، خون ماست. کار نکن. پس شست بشروی. این قسم اولادش نباشه خوب است. بزرگ میکنم نکشش محمودی کار نکن لطفا، دختر ماست. لطفا محمود چی میکنی؟ محمود دروازه را باز کن. قربان لطفا. زانو بزن. خواهش میکنم پدر، حضور میکنم من از بین نبرین. خواهش میکنم. گفتم زانو بزن. پدر جان، ما هیچ کاری نکردیم که باعث شرمندگی ما شود. قسم میخورم هیچ کاری نکردیم. محمود برام بکش. دختر رو نکشه. من میدونم نبوده نمیدونم. محمود خواهش میکنم لطفا. محمود خواهش میکنم دختر رو نکشه. اگه بدون زنده بوده نمیتونم. لطفا کمکم کن. آزادو میخواد دختر رو بکشه. محمود بیاده، ما آزاد هستم. بیاده دروازه را باز کن. دخترت بیگناست. اش کنی که کدام اشتباهی نکنی. محمود بیاده. من زهرا هستم. خانم علی، اونا هیچ گناهی ندارن. هر دویشان گناه هستن. خواهش میکنم به سونا ضرر نرسانین آقا. محمود بیاده، یک بار گپ ما را گوش کن. اگر قبول نکردی باز هر کاری که میکردی بکن. لطفا دروازه را باز کن. حالا دیگه بیادر 5 دقیقه وقت بده. ما برات وعده میتونم. حالا دیگه دروازه را باز کن. دخترم بچه. حالا دیگه بیادر لطفا بیادر. بیادر دروازه را باز کن. محمود بیادر. آزاد صبر کن. بیادر این کارو نکن.
کلگی میفهمه که تو چقدر دخترت دوست داری. بیادر، دختر تو سونا کاملا بیگناست، هیچ کار نکرده. میفهمی؟ دخترت بهترین دختر دنیاست، نباید تیره فراموش کنی. گوش کو بیادر، سونا فقط به علی نامه روان میکرد و بس. وام دای روزانه بسیار وقت پیش. اگه حاله تو میخوایی که فقط به خاطر دو سه نامه دخترت از بین ببری، باز ما دیگه برای چیز گفته نمیتونم. ما اگه پای خدا گفتم به وعده خودم استاد هستم. تو تصمیم خدا بگی. میفهم که تصمیم درست میگیری بیادر. پدر لطفا دختر بچه شده. یک دونیم دخترم دخترم تو خوب هستی؟ بیادر خوب هستی؟ بچیم بیا که شفاخانه بریم، دستت بسیار افگار شده. دا قصهش نه مادر کلان، او قدر مهم نیست. پت نکو دوران، چرا واضح نمیگی که جنگ کردی؟ کدام احمقی جرأت کرده که همراهی تو ای کاره کنه؟ زود چو برم بگو که چی شده. بچیم ایره بگو چی قسم زخمی شدی؟ اگه خدای ناخواسته میکروب بشه باز وقت چی خواد کردیم؟ یک تو مانده بودی که گپ بزنی با کارت برس. تو را چی؟ وقتی که خوردان بودی اما قسم لجباز بودی. دوران زهرا کجاست؟ همراه آزاد است بچیم؟ خانم کاکا اصلا فکرشم نمیکردم که اینقدر سوال ازم بپرسین. درست است براتان میگم، زهرا همراه آزاد است، دا خسیش نیست. میرم استراحت میکنم. بیا که بریم بچیم. دخترم زیاد درد داره. مادر جان خوب هستم، درباره ما تشویش نکنین. چطور تشویش نکنم؟ بسیار ترسیده بودم. اگر تو را چیزی میشد باز. به خاطر خودم نه، به خاطر زهرا بسیار ترسیده بودم. بیچاره دیسون خورد، چی بلاهایی که سرش نامد. هیچ نمیفهمم این مردم چطور تو بیرحم شده میتونن. مام نمیفهمم ملکه دخترم که چرا اینقدر بیرحم شدن. پدرتم ده همی باره فکر میکنه. رسم و رواج اینجا به ما نمیزیبه دخترم. میفهمم مادر جان، شما را بسیار خوب درک میکنم، اما احساس میکنم که چیزی از کمانی رفتنم میشه. بسیار یک احساس قوی و احساس جالبه است. از محبتم نسبت به زهرا بسیار زیاد متفاوت است. فکر میکنم که دختر خودم است. اگر طفل محال زنده می بود بزرگ می شد، باز حال دیگه همسن زهرا می بود. مادر میفهمم. حال دیگه کمی استراحت کن دخترم. حال چطور است؟ برش گفتم که باید بخوابم. کل چیز خودیدی. از اول برات گفته بودم که ملکه روزای بعدم میبینه خانم، اما هنوزم از دخترت پشتیبانی میکنی.
چه کنم دیگه سمی؟ در مقابل ملکه وجدانم اصلا راحت نمی باشه. تو خوب میبینی که چقدر در فکر زهرا هست. هرچی که کوشش کنه مانع شده نمیتونی. اگه خبر شوه باز ما و تو دختر خدا از دست میتیم. نه که تو میخوای قسم شوه. ما یک گناه بزرگی انجام دادیم. بسیار یک گناه بزرگ. بس از دیگه این موضوع را بسته کو. وقت از اینجا بریم کل چیز خوب میشه. بیبی جانان، ملکه هیچ وقت نباید درباره نامه وزارت معارف خبر شوه فهمیده شد؟ یعنی چی؟ نباید برش بگوییم که او را دوباره به وظیفه خواستن؟ گوش کنی بده نکنی. سرم پیش کلگی پایین است آزاد. محبت اولاد سر و پدر و مادرش خم نمیکنه. او خود درست است. اسلحه را فقط به یک طرف شلیک میکردم. میلیشه طرف خود میگرفتم آزاد. از بین بردن سونار خوبان. من حتی نمیتونم یک تار مویشم بکنم. بیادار در مقابل مردم سرتا پایین نگی. بگه پای عشق کسی گوش نده. این کار بسیار سخت است. در هر جایی که میرم مردم گپ میزنن. این مردم هیچ کسی را آدم فکر نمیکنن بجز از خودشان. از مکده بسیار خوب میفهمین. شما مجبور نشدین که او دختر کوچک همراه علی عروسی کنه. زهرا تو بسیار مهربان هستی. از خود کده زیادتر جگر خونه توستا. ای که تو برم کمک کردی خداوندم همروی تو کمک کنه جانم. بیا در گوش کوچی میگم. اگه خودت قدر ناراحت هستی باز میشه که در یک جای دیگه کار کنی. یک دکان دیگه برات میگیرم با کرایه‌ش هم میتون. چی فکر میکنی؟ یک بار در این باره فکر کن. زهرا تشکر میکنم. به خاطر چی؟ ای که مشکل خود فراموش کردی و رفتی که مشکل کسی دیگر حل کنی. تو واقعا که یک دختر عالی هستی. آقا آزاد شما بسیار مهربان هستید. سونا کاملا مثل ما هست. نمیخوایم که زندگی او خراب شود. نخواستم دست خود عروسی کنه. از این خاطر برش کمک کردم. خوب کردی. حالا دیگه بیا که بریم. اشتهای خوب. زنده باشی. تا این وقت در کجا بودین آزاد بچیم؟ امرای زهرا بسیار یک کار مهم داشته مادر کنم. وقتی رای بیرون یاد گرفت کارای خانه را فراموش کرد. هنوز استاد هستی دختر. برو به فاطمه کمک کن. خانم کاکا زهرا امروز کار نمیکنه. بسیار خسته شده باید استراحت کنه. اول باید بره و شوهرش غذا ببره عروس جان. همیاله. آزاد تو هم حتما زیاد گوش نشدی. بیا غذا بخور. اول میرم که دست روی خدا بشویم. خیریت باشه. قدیم چی شده؟ پدر شما خوب هستین؟ خوب هستم. علی چی گپ است؟ به غذا خوردن بریم؟ چیز نمیخورم. امروز امرای آقا آزاد به خانه سونا رفتیم. آقا آزاد همراهشان گپ زد.
پدر سونام سونا را بخشید. دروغ نمیگه دختر؟ یا که به خاطر خوشی من حتما دروغ میگه هموتو نیست؟ قسم میخورم که دروغ نمیگم. اگه باور نداری باز برو از آقا آزاد بپرس. دزم دروغ گفتن گناه داره. من هیچ وقت دروغ نمیگم. برفین غذا آماده نشده دخترم؟ چند دقیقه صبر کنین. ای دختر بسیار تنبل است به خدا. چی شده؟ مثل گرگ گشنه شدیم. امروز بسیار زیاد کار کردیم، بسیار مال تا بالا کردیم. بسیار خوش هستم به خاطر که بسیار فایده کردیم. بسیار بیار دخترم بیار. او نام خدا نام خدا. بنداز دخترم بنداز که زیاد گشنه شدیم. پدر جان براتان شوربا زیاد مندازم تا شکمتان درست سیر شوه، چون بدون شوربا دیگه چیز نیست. راست میگی؟ چرا دیگه چیز نبود؟ زنده باشی دخترم. شوربا بریز. لبوری کشال مادرت مزه شد و چند میسازه. آره بسیار با مزه میخورم با مزه. نام خدا نام خدا نام خدا. نوش جانتان پدر جان. علی آمد. بیا بچم بیا. تبریک باشه بچم. شنیدیم که زهرا را طلاق میدی. طلاق چی بچی؟ امروز وکیل آمده بود، همراه علی گپ زده. برش گفته زهرا را میخوایم طلاق بدم. راست میگه علی؟ راست میگه. علی تو چی میگی بچم؟ بگو که شوخی کردم. زود باش بگو بچم. میخوایم طلاقش بده مادر. اگه بخواین مانعیم شوین همراه سونا فرار میکنم. گم شو از پیش چشمایم. گم شو تا عقلت به سرت بیایه. بیازو به انداز عقلم به سرم نامده بود. از پیش چشمایم گم شو. علی نکنین مادر. یگانه گناهش عاشق شدن است. بیازویی به خاطر نازای توی قسم شده. تو ایره نازدانه ساختی، نتانستی اولادای تا درست تربیه کنی. مادری تا به جای بیارو، بچه تا تربیه بتی. مادر خوب شده نتانستم. نه نبوده پدرت. نتانستم شما را درست تربیه کنم. وقت طفل بودم همراه شما با خود ستاره انتخاب میکنم مادر. ما همیشه درخشان ترینش انتخاب میکنم. دقیقاً ما شما را انتخاب میکنم. او ستاره راه ما برم نشان میداد و ما مورا را تعقیب میکنم. شما به ما خوبی و
صداقت آموختین، چون شما یک مادر بسیار خوب است. بچه نازم، آزاد همراه بیادرت گپ بزن، به گپای ما گوش نمیده، کدام دیوونگی نکنه. درست است مادر، من همراهش گپ میزنم، تشویش نکنه. جان مادر. آزاد این از کجا پیدا کردی؟ تحفه است. به یکی کمک کردم و هم ایره برم تو. به نام حسن یک بچه است. یک بار ایره بیرون کو. ای از پدرت است. ما پیش مادرم میرم مادر کلا. در جایت بیشی و غذای تا بخو. هدیه خانم کاکایت میره. شما چی میگن مادر؟ بچه من ایره با پدرت آماده ساخته بودم، باور کو امکان نداره که جوره داشته باشه. مطمئن هستین؟ کاملا مطمئن هستم. اما ایره یک بچه به نام حسن برام داد. این گردن بند پدرت است، از جمالم است. آزاد شاید هنوز پدرت زنده باشه، یعنی او نمرده. حتما او ایره به حسن داده. آزاد مرا همیاله پیش حسن ببر. اما مادر حسن در نظارت خانه است، در این وقت دیدن نمیتونیمش. فردا پیشش میریم، درست است؟ خدایا 1000 بار شکرت، بعد از سالا یک نشانی جمال برم نشان دادی. ما به اندازه شما میخوایم پدرم زنده باشه، اما زیاد امیدوار نباشین. نمیخوایم بار دوم خود از دست بتین مادر. مادر جانم، مادر مقبولم، فردا پیش میریم، خوب است؟ آزاد پیشش است. همراه بچهش گپ میزد، تشویش نکنین. دوباره سونا کدام خبری است دختره؟ همراه آزاد گپ زدم، همراه زهرا یک جایی به موقع رسیدن مادر. این موضوع مربوط ما نمیشه، با خاطر نرفتن دیگه منتظر چی هستی؟ پدر جان هنوز هم منو درک نکردین. میفهمین که من اینجا یک وظیفه دارم. بعد از معلوم شدن موضوع دوباره به کارم میرم. چی شد حسن؟ سر میز غذا چرا ناراحت بودی؟ هیچ نپرس قدیم. گپای آزاد و زمرد شنیدم. به نام حسن کسی به آزاد یک گردن بند داده. زمرد میگفت که گردن بند جمال است. در گردن آزاد دیدم. با نظر ما آشنا آمدم. ما فکر میکنی امکان دارم؟ اگه جمال برش داده باشه، اگه او زنده باشه. امکان ندارم. او جسد از او نبوده. اگه او به قصر بیایه، اگه از کارای ما همگی خبر شوه، باز تبا میشیم.
امکان ندارد جمال زنده باشه عدیه خانم. سالها گذشته. شاید در این سالا منتظر انتقام گرفتن بوده. قدیم اگه جمال زنده باشه ما از بین میریم. زنده بودن جمال به معنای پایان ماست. تو اینجا چی میکنی؟ گپای ما رو گوش میکردی؟ نه خیر، ما چی را شنیدی؟ بگو چی را شنیدی؟ ما هیچ چیزی را نشنیدیم. فقط همین را شنیدیم که درباره کسی به نام جمال گپ میزده. دیگه چی را شنیدی؟ بگو ها؟ دیگه چی شنیدی؟ چیزی را نه. ما بیازا همیال آمدم. ایلاش که عدیه زهرا یک دختر هوشیار است. اینقدر خوب میفهمه که اگه به کسی چیزی بگه چی بالای سرش میایه. اما تو نیست زهرا جان. نمیگم. باور کنین بیازا چیزی را نشنیدیم. حالا رفتم میتونم. رفتم میتونی. زود باش. اگه چیزی شنیده باشم امکان نداره به کسی چیزی بگویم. تو تشویش نکن. علی زهرا تو اینجا چی میکنی؟ خبر نداری بیادر؟ مادر کلانم گفت که بعد از این باید در یک اتاق زندگی کنیم. اعتراض کردم، عذر کردم، اما مانع شده نتونست. به قسم امکان نداره. نباید از زمین استراحت کنم. بیا زهرا، بیا 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 جانم. هیچی حال است. آی خدایا ما چطور میتونم که اینجا بخوابم؟ اوف 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 اوف. خدا لعنتم کنه، خدا لعنتم کنه. این وضعیت ما ببین. در چی حال هستم؟ اتاق ما گرفتن در بسترم خوابیدن نمیتونم. چیره برم دادن که بپوش. لباس اطفال است. بس از دیگه، بس از دیگه. تو اینجا چی میکنی راشد؟ زن به عقل، از وقتی که به خانه آمدیم لبورید کشال از گلسوم. گپ ما گوش کو، یا گپ خوب به یاد داشته باش. من مردی خانه است و مردی خانه. فهمیدی؟ مرد هیچ وقت قصد جان یک طفل نمیکنه. تو خواستی دخترم از بین ببری راشد. چی میگی؟ تو میخوای چی بگویی؟ مردی دیوانه نساز. کدام دختر؟ دختر کی؟ دختر کی؟ دختر کی ها؟ خب گوش کن. اون دختر توز گلسوم و نه دختر ما. فهمیدی یا نه؟ اعلام کو. اعلام میکنم. اگر تو را میماندم دخترت انتخاب میکردی و بچه تا به اونا تسلیم میکردی. میخواستی فرمان از بین ببری ها؟ اعلام کو. اعلام کو. گپ ما گوش کن. گپای ما خوب در مغز کوچک جای بده. بعد از این امرای ما رفتار خوب میکنی. دوبلو تا کشال نمیگیری. فهمیدی یا نه؟ آقا ازاد، اگه ما در کلانم به خاطر که اینجا استراحت میکنم سرم قهر شوه. گوش کو زهرا، اگه کسی آمد و برای چیزی گفت برش میگه که کاکا آزادم خواست که اینجا استراحت کنم. درست است؟ تو امروز بسیار یک روز خسته کنه پشت سر گذشتندی. حالا استراحت کن. آقا آزاد بسیار زیاد تشکر. مهم نیست. شب بخیر. شب بخیر.
بچه میره به پدرت آماده ساخته بودم. امکان نداره که جوره داشته باشه. مطمئن هستی؟ کاملا مطمئن هستم. این گردن بند پدرت است. از جمالم است. آزاد، شاید پدرت زنده باشه، یعنی که او نمرده. من به خاطر علی پریشان هستم. شما از بیادرم به من امانت هستین. هر بار که شما را میبینم جمال به یادم میآید. کاکا نمیخوایم شما را هیجانی بسازم، اما درباره پدرم یک گفتنی دارم. گفتنی درباره پدرت؟ بله. خدا کنه از خانواده خبر نشده باشن که اینجا خوابیدیم. زیاد امیدوار نباش بچیم. شاید با دزد مقابل شدی که ایر از پدر دزدیده باشه. امکان داره. وقتی زیاد گذشته. گردنبند با چندین دست تبادله شده. ما آماده هستم بچیم. مادر، کاکای مام امرای ما میره. کاکای مام گفت خداوند مهربان است. شاید دل خداوند به من سوخته باشه. شاید خواسته باشه که به لبای بندیم لبخند بیایه. همه تو نیست؟ درست است مادر. بیاین بریم تا حقیقت بفهمیم. نوش جانتان. من میرم دیگه. دخترم دی صبح وقت کجا میری؟ اول به خانه کرمانیا میرم. به خاطر گپ زدن همراه دوران و هم خبر زهرا را میگیرم. دخترم شاید دوباره گپ بد بزنه و قلبت بشکنانه. لطفا نرو. پسانتر با آزاد زنگ بزن، همه چیز ازش بپرس. درست است؟ اگه قلبش بشکنانن از قصر بیرون میشه. ما تو را میرسانم. در زمین ما اونجا کار دارم. میخوایم تو را برسانم. کدام مشکل است؟ نه خیر، بسیار خوب میشه. تشکر پدر جان. مادر جان، امروز یا فردا از وزارت معارف مکتوب میایه. اگه بیایه منتظر آمدنم نباشین. برام زنگ زده خبر بتین. درست است دخترم. حتما برات خبر میتون.
خیرت باشه دکانه با کرامتی؟ بله همین قسم تصمیم گرفتیم. این گپ دیگه از کجا شد بیادر؟ اگه دکانه کرامتی باز تو خودت چی خواد کردی؟ روزی ما دیگه در اینجا نیست. زندگی کردن ما در اینجا در حق دیگران ظلم است. سر ما از زمین بلند نمیشه، دروازه ما زده نمیشه. میبینی که چند روز میشه که یک مشتری هم اینجا نامده. پس قرض ما چطور میشه فکر کردی؟ قرض تو به یادم است، میپردازم. یک بار خانه بگیرم و در شهر کار شروع کنم، پولتا میتون. اول میری خانه میگیری، باز کار جدید خود شروع میکنی. اوه برای خود کاملا فراموش کردی. پس قرض خود چه وقت میپردازی؟ نمیخوایم برای دروغ بگویم بیادر. آزاد خانم همراهیم کمک میکنم. با زودترین فرصت قرضتا میپردازم. تو هیچ وقت از گپای مردم فرار کردن نمیتونی. فکر میکنی در جایی که میری راز دخترت افشا نمیشه؟ ها؟ بالاخره مردم اونجا هم خبر میشن. بازو وقت از اون منطقم کوچ میکنم. تا چه وقت محمود؟ تا آخر عمر میخوایی کوچ کشی کنی همونطور است؟ به نظر من تو از کوچ کشی منصرف شو بیادر. من از دخترت خواستگاری میکنم. از این تهمت هم نجات پیدا میکنی و هم قرضت پیدا میکنی جان بیادر. ها؟ نظرت چی است؟ زنده باشین پدرجان، به زحمت شده. زحمت چی دخترم؟ با اجازه حال ما میرم که دوستای ما ببینم. پدرجان قندم، بسیار تشکر. خواهش میکنم دخترم، همی که خدا در جنجال نندازی برم کافی است. میفهمم در یه واخر شما را بسیار عصبانی ساختم، اما برتان و زمیتون بعد ازی بسیار متوجه خود بودم. درست است؟ خداحافظ. بعد از این دیگه لازم نیست که قدر متوجه خود باشی، با خاطر که در اینجا نمی باشیم. صبح بخیر. استاد جان خوش آمده. خوش باشی جانم. ما به خاطر عیادت دوران اینجا آمدیم. زنده باشی. بفرما. خوش آمدی. با زحمت شدی. خوش باشی. بفرما. بشین. با خودم مرا حیران ساختی. انتظار آمدنتو نداشتم. چند روز میشه که تو هم مرا حیران ساختی. آزاد در خانه نیست؟ نه خیر نیست. صبح وقت بیرون شد. گفت کار دارم. زنده باشی. مادر؟ آمر صاحب اجازه داد میتونیم که حسنه ببینیم.
ملاقاتی داری. سلامت باشی. آزاد بیادر خوش آمده. خوش باشی. چطور هستی حسن جان؟ تو خوب هستی؟ تشکر بیادر جان، من خوب هستی. حسن بیبی این مادرم است. راستش خب ما جوشن تو را به مادرم نشان دادم. وقتی که دید باز خواست کمرایت گپ بزنه. وقتی که مادرم ایره دید آمد که بیادر جان این از کجا پیدا کردی؟ ایره کی برات داده؟ لطفاً بگو. بله از خدا برام واقعیت بگو. اصلا گپای مادرم من نفهمیدی. خوب سالا پیش مادرم این جوشن خاص به پدرم آماده کرده بود. بسیار وقت میشه که ما دیگه هیچ پدر من ندیدیم. گفتن که مرده. حتی قبرشم خالی است. اما من هیچ باور نکردم. امیدوار بودم که یک روز میایه. آزاد بیادر چند سال پیشی جوشن یک چوپان برم داد. یک انسان بسیار خوبی بود. حال او چوپان کجاست؟ چیرش به یادت است؟ در منطقه بالاست، در قریه سوغان. قد متوسط و آدم سالخورده بود. به خیالم که نامشم رمزی بود. جمال ها قدر زود پیر نمیشه. شاید پیر شده باشه بیادر. خدا بفهمه که در این مدت چی خورده و چی نوشیده. اصلا یک بار یک سبیبی. چندین سال گذشته. آزاد بیادر من مطمئن نیستم. تقریبا شبیه همی بود. تشکر بیادر جان. قربانت شوم. درست بیبی. خوب فکر کن. بله شبیه همی بود.